در این ویدیو میخوام یک راز ارزشمند رو با شما در میون بذارم. کلید گنجینه مخفی که یکی از بزرگترین مشکلات این دنیا رو برای شما حل میکنه. دری که معمولاً بسته شده. در مسیر زندگی معمولاً خیلی از درها به روی ما بسته شده. کسی که میتونه تمام درهای بسته رو به روی ما باز کنه الله است. رزق و روزی همه ما در کنترل اراده الله است. گاهی وقتا به مشکلات مادی برمیخوریم. خیلی اوقات درهای روزی به روی ما بسته میشه. روزی ما به اندازه‌ای نیست که کفاف مخارج زندگی ما رو بده. هر چقدر بیشتر تلاش میکنیم درآمد ما یا ثابته یا کم و کمتر میشه. بدهی‌های ما بیشتر و بیشتر میشه. شغل مناسبی نداریم. گاهی وقتا ممکنه مشکل جسمی داشته باشیم. یه بیماری خاص به ما رو میکنه. ناگهان و بدون اطلاع ما رو از کارمون اخراج میکنن. سعی میکنیم که اوضاع رو تغییر بدیم اما میبینیم که هیچ اتفاقی نمیفته. اتفاقات زیادی میفته اما همه‌ای برخلاف انتظار ماست. خلاصه به هر دری که میزنیم بسته است. اما یه راه و یک کلید برای باز کردن همه این درها وجود داره. راهکار و کلیدی که من میخوام با شما در میون بذارم از طرف الله به ما معرفی شده و خیلی افراد از این کلید استفاده کردن و نتیجه گرفتن. این راهکار بسیار ساده است اما نیاز به مداومت داره. نباید انتظار داشته باشی که با یه دعای ساده تمام مشکلات مادی شما حل بشه و یک شبه میلیونر بشید. البته خدا توانایی این رو داره که این کار رو انجام بده. تمام ثروت و روزی تمام افراد در دستان قادر متعاله، اما قلب شما در دوران مشکلات بسیار نرمتر از اوقات دیگه است. انسان در دوران مشکلات خیلی به الله نزدیکتر میشه. به همین خاطره که گاهی وقتا الله ما رو منتظر نگه داره. صبر میکنه تا این حلقه اتصال ما با خدا که همون نیازه پاره نشه. خداوند سرچشمه علمه و تمام دانش و علم غیب در اختیار خودشه. خدا میدونه که تا چه اندازه ما رو نگه داره تا ارتباط ما با خودش قوی تر بشه. خدا از روی مهربونی و صلاح دین و دنیای ما گاهی وقتا ما رو در انتظار نگه میداره. خدا میدونه که شما مشکل مادی داری. میدونی که شما مریضی و همین مشکل باعث ارتباط شما با خدا شده. از این رو خدا نمیخواد بلافاصله مشکل شما حل بشه و راه ارتباطی شما با خودش رو قطع کنه. خدا میدونه که اگه بلافاصله مشکل شما رو برآورده کنه بلافاصله اون رو فراموش میکنید. ممکنه با خودتون بگید نه من اینطوری نیستم و همیشه شاکر خواهم بود. همیشه به خدا نزدیک خواهم بود. اما خدا که علم غیب رو در اختیار داره نظر دیگه ای داره و میدونی که برآورده کردن سریع نیاز شما باعث میشه که ارتباط شما با خودش قطع بشه. از این رو خدا از روی رحمت و مهربونی خودش، از روی اینکه شما رو دوست داره و نمیخواد که بندش رو به سادگی از دست بده، شما رو برای مدت بیشتری در نیاز نگه میداره. مریضی شما رو طولانی تر میکنه. مشکلات مادی شما رو بیشتر میکنه. هیچ کس نزد خدا محبوب تر از پیامبراش نبودن. حضرت ایوب با کلی مشکلات مادی و جسمی روبرو شد. حضرت یعقوب با مشکل از دست دادن یوسف روبرو شد و اونقدر گریه کرد تا بینایی خودش رو از دست داد. این پیامبرا علی نبینا و علیهم السلام از محبوب ترین مخلوقات خدا بودن و باز هم خدا با این مشکلات اونها رو آزمایش کرده. اما برای تمام مشکلات مادی، جسمی و حتی نبود فرزند یه راهکار قدرتمند وجود داره. راهکاری که یکی یکی تمام مشکلات شما رو حل میکنه و به مرور تمام درهای بسته رو به روی شما باز میکنه. کلید بسیار ساده‌ای که الله در اختیار ما قرار داده و اسم اون هست استغفرالله. خدایا من طلب بخشش و آمرزش خودت رو دارم. خدایا منو ببخش و به بزرگی خودت منو بیامرز. تمام مشکلات شما با استغفرالله حل میشه. سعی کنید با قلبتون و با تمام وجودتون بگید استغفرالله. وقتی این کلمه رو به زبون میارید احساس کنید که در مقابل الله ایستادید و مستقیما از خودش به خاطر تمام اشتباهات گذشته طلب بخشش میکنید. یک بار استغفرالله گفتن با قلب و وجود بهتر از 100 بار استغفرالله با زبان و بدون حضور قلبه. سعی کنید هر روز 100 بار با تمام وجود در پیشگاه خدا استغفار کنید و خدا تمام درهای بسته رو به روی شما باز میکنه. با استغفار رابطه شما با الله اینقدر محکم میشه که حل شدن تمام مشکلات و رو کردن تمام آسودگی های دنیا هم نمیتونه این رابطه رو خدشه‌دار کنه.
از این رو خدا با استغفار زیاد درها رو به روی شما باز میکنه. استغفروا ربکم انه کان غفارا. استغفار کنید، طلب آمرزش کنید که خدا بیشتر از اون چه که در تصور شماست آمرزنده است تا خدا هم شما رو ببخشه. یرسل السماء علیکم مدرارا. استغفار کنید تا خدا درهای آسمون رو به روی شما باز کنه و باران رحمت خودش رو به روی شما ببارونه، تا درهای رحمت خودش رو به روی شما باز کنه. و یمددکم باموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. استغفار کنید تا به شما ثروت عطا کنه. استغفار کنید تا فرزند صالح رو به شما هدیه بده. استغفار کنید تا تمام زندگی شما میوه بده، تا باغهای شما پرثمر بشه، تا زندگی شما پرثمر بشه. استغفار کنید تا رودهای رحمت الهی برای شما به جوش و خروش در بیان، تا هرچی از خدا طلب میکنید مثل آب روان در مقابل شما جاری بشه. استغفار کنید که استغفار و طلب بخشش از خدا کلید تمام درهای بسته مشکلات شماست. استغفار کنید که ماه رمضان بهترین فرصت برای نزدیک شدن به خداست. رمضان بهترین فرصت برای به دست آوردن هر اون چه که نیاز دارید است. پس بگید استغفر الله تا خدا خودش به فریادتون